عزیزم شما دندوناتون رو باید جرمگیری انجام بدین چون دندوناتون کاملا مستعد پوسیدگیه. نه خانم دکتر، میگن جرمگیری بعد دندون اصلا خوب نیست. خود دانی بعداً باید هزینه بیشتری انجام بدین. عزیزم دندونتون یه خورده پوسیدگی داره، میتونید با یه ترمیم سطحی برطرفش کنید. نه حالا خیلی درد نداره، بعداً انجام میدم. خود دانی بعداً باید هزینه بیشتری کنید. درسته الان دندونت دردش کم شده ولی باید عصب کشی کنیم. نه حالا خیلی درد ندارم، یه مانتو دیدم برم اونو بخرم بعد انجام میدم. خود دانی دفعه بعد باید هزینه بیشتری براش صرف کنی. خب عزیزم الان دیگه وقت کشیدنه، باید کشیدن رو انجام بدم و هرچه سریعتر ایمپلنت رو انجام بدین. ایمپلنت انجام ندین، هزینهش خیلی زیاده، حالا بعدا یه کاری انجام میدم. خود دانی هزینه‌تون خیلی بیشتر میشه. خانم دکتر لطفا برام ایمپلنت انجام بدین. باشه عزیزم براتون ایمپلنت انجام میدم ولی چون استخوانتون تحلیل رفته باید براتون پودر استخوان بگذارم. هزینه اضافی داره؟ بله که هزینه اضافی داره. متاسفانه خیلی از بیمارای ما این مدلی هستن که با یه جرمگیری ساده و ترمیم سطحی قابل نگهداریه ولی تا کشیدن و ایمپلنت و پیوند استخوان پیش میبرن. کلی هزینه، زمان، درد رو به جون میخرن ولی شما اینجوری نباشین.